کمک برخی از افراد در داخل شفاخانه 400 بستر زمینه را برای مهاجمان از بهر راه اندازی حمله هایشان هموار کرده است. این تنها بخش از یافته های کمیسیون بررسی این رویداد است. هیچ ممکن نیست که کسی دست نداشته باشه. هیچ ممکن نیست. به خاطر از این که یک تروریست از بیرون با آسانی داخل شفاخانه شدن نمیتونه. بنان یک کسی هست که با او کمک کردن، با اونا کمک کردن. با این همه ناتوانایی ها در بخش کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی نیز به شدت انتقاد می شود. استخبارات اردو باید از این وضعیت بیرون شود، چون تلفات بیشتری که در صفوف اردو به میان میاد بیانگر ضعف استخباراتی در داخل اردو است. در حالی که گزارش های وجود دارند که یک پزشک شفاخانه 400 بستر به نام ناشر در زمینه سازی و جابجایی مهاجمان به داخل این شفاخانه دست داشته است و این پزشک پیشینه جرمی نیز داشته است، اما حکومت بر مجازات تمامی همکاران مهاجمان تاکید می‌ورزد. هر څوک له هر ادرسه چې په دې مسله کې مستقیم یا غیر مستقیم مسئولیت ولري د هغوی سره د نافذه قوانینو مطابق عمل کیږي. چگونگی داخل شدن مهاجمان به داخل شفاخانه 400 بستر و انتقال مواد انفجاری و جنگ افزارها به داخل این شفاخانه هنوز هم در حاله از ابهام قرار دارد. این تروریست ها از آسمان شفاخانه و کابل ورود نکردن. حتما اینا دستهایی در داخل سیستم اردو و استخبارات اردو و در مجموع امنیتی کابل با تروریست ها هماهنگ بودند. این حمله به اندازه پیچیده بوده است که تا هنوز هم پهلوهای آن روشن نشده است. اما وزارت دفاع ملی میگوید که برخی از افراد همکار مهاجمان از این شفاخانه بازداشت شدند.